سلام، ساعت 6 صبح من تازه بیدار شدم. گفتم امروز یه ویدیو داشته باشیم از محل کارم، ببینم که زندگی اینجا چجوریه. هوا امروز واقعا خوبه، ما هم که اونجاست. به به بریم ما سر کار. بس اینجا اتاق همکارم، اتاق من بغلیه. یه بچه خوابه، گفت بچه که 18 سالشه تقریبا. گفتم ولی فعلا اینجا ویدیو بگیریم تا بریم ببینیم چی میشه. بریم محل کار. شکر مسجد بیمارستان اونجا محل کار منه. بریم. اولین کاری که میکنیم اینه که چراغ رو روشن کردیم که من اول روشن کردم. بعد این مسیر رو یخچال لباسمون رو باید عوض کنیم تا بریم. من برم کارا رو جمع جور کنم. اتفاقی که افتاد الان اینه که گوشی من 12-13% شارژ داره و من شارژرم رو یادم رفته بیارم و خب فکر کنم امروز نمیشه فیلم گرفت. برای اینکه بتونم امروز دووم بیارم، چون یه شیفت تقریبا 13 ساعته دارم تا ساعت 6:30 شب. از این گرفتم، از این یه دونه دیگه بالا هست که دوتاشو قاطی میکنم میخورم این دوتا رو تک و تک برای اینکه بتونم زنده بمونم. خب فکر کنم دیگه زیاد نتونم فیلم بگیرم چون گوشیم شارژ نداره و همین الانم باید کارو شروع کنم چون امروز خیلی کار دارم که فردا روز بازار یا روز تعطیله و من کار 2 روز رو باید امروز انجام بدم. ولی سعی میکنم چند تا ویدیوی دیگه بگیرم چون امروز دوست داشتم ویدیو بگیرم. برای همین اینم بذار یخش میکنم قبل که فکرم نباید نشون بدم. اومدم تو زدم کردم این مواد اولیه هست و این داستان ها چیزایی که من درست میکنم. این میگیم آچما روسته ندارم، سردم هست. این میگیم کل بره، این میگیم پوچا بیروت و کل بره. اونا بگیم تا این بخش برای بخش پیده است، این بخش برای بخش بروکه. لباسامو دوشتم اونجا. من برم تا ببینم چی میشه. اگه تونستم وسط کار سخت ویدیو گرفتم ولی سعی میکنم 2 تا تیکه بگیرم. در حد امروز 5 دقیقه ویدیو میخوام از خاطراتم ثبت شه. بریم براش.
دقیقه بوده مثلا درود مازیمه 4 تا درود 15 هویج 1 کیلو هم یوگورت یا ماست. این فاکتور چیزایی که گرفتم کوپنامش اینجاست. یه نمیتونم ویدیو بگیرم چون 2% شارژ دارم.